هلو گایز، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. مهدی دارک هستم و اومدم با یه ویدیو دیگه. همین الان دوست ساب و لایکو بزن. میریم سراغ ادامه ویدیو. Let's go. اول فیلم که شروع میشه میبینیم از همه داره مصاحبه میشه. عده‌ای که عاشق رقص فرانسوی هست و اونا میگن که کل زندگی اونا رقصه و بدون رقص زندگی اونا هیچ معنی نداره و حتی بعضیاشون میگن اگه رقص از ما بگیرید امکان داره که خودکشی کنید. On présente quoi la danse pour toi? C'est tout pour moi. La danse c'est tout pour moi. C'est que ça. If you can dance, what would you do? Suicide. Quand on est sur scène et qu'on danse, on se sent libre, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de regard autour de nous, c'est juste nous, notre corps et nos sensations. حالا میفهمیم که این عده یه گروهی هستند که دارن توی خونه تمرین میکنن. زمانی که فیلم رو تماشا میکنیم هیچ پنجره یا چیزی که بتونیم بیرون رو ببینیم داخل فیلم دیده نمیشه و کل فیلم داخل همون خونه که دارن داخلش تمرین میکنند، پارتی میگیرن، میرقصن و مشروب میخورن. یه گروه 20 نفره که مدام در حال رقصیدنن. اونا خیلی خوشحالن و بار اولشون هم هست که همدیگر رو میبینن. یه گروه 20 نفره که با بچه این زنی که مشاهده میکنید میشه 21 نفر. بعد کلی رقصیدن میبینیم که هر کی برای خودش یه رفیق پیدا کرده و یه گوشه دارن با هم صحبت میکنن. البته باید صحبتاشون رو تنها گوش کنید. بین حرفاشون میبینیم که هر کی رو اون کراش زده، البته رو فرد کراش نزده، اینا همه رو چیز هم دیگه کراش زدن. اون رو اون کراش زده، اون میگه من اونو قراره فلان کنم، اون میگه من امشب اونو قراره فلان کنم. میفهمید که چی میگم؟ آره. بعد دوباره با خوردن مشروب و گذاشتن آهنگ میرقصن. بعد یه رقص طولانی یهو میبینن که از حال بیحال شدن. سلوا، همین دختری که یه جورایی نقش اول فیلمه، مست شدیده و یه جورایی از مستی گذشته. میفهمن اون نوشیدنی که خوردن یکی از بین خودشون داخلش مواد ریخته که واقعا نمیشه گفت این چه موادیه. یه جوری اونا رو مست خودش کرده که اصلا نمیشه گفت چه موادی. فوق‌العاده خطرناک. اونا رو از حال خودشون بیحال میکنه و خیلی هم خطرناکه و دردآوره. سلوا با اینکه تو حال خودش نیست ولی باز هم متوجه میشه که داخل این نوشیدنی مواد بوده. این مواد جوری دردآوره که اونا همش در حال خاروندن بدن خودشونن. اونا خودشون رو میخارونن که دیگه زخم میشه و بعضی از سکانس های این فیلم واقعا حال به هم زن هم هست. زمانی که فیلم رو تماشا میکنی دلت واسه این پسر کوچولوه میسوزه. اونم از این نوشیدنی خورده و داره درد میکشه و واقعا فیلم بعضی جاش حال آدمو به هم میزنه. سونگی یا همینی که میبینید حالش بده. اونم حامله است و هم از نوشیدنی نخورده و این زنی که میبینید میگه کار اونه. اون نوشیدنی رو نخورده چون خودش تو اون نوشیدنی مواد ریخته. ولی واقعا حتی در حال دیدن فیلم هم آدم متوجه نمیشه که کی این کارو کرده و کی داخل نوشیدنی مواد ریخته. اونو کتک میزنن و میگن که احتمالا تقصیر اونه. اونو میزنن در حدی که خودش هم دلش میخواد خودکشی کنه. اونا خودشون رو میخوارن، درد میکشن و صدای جیغ‌های بلند که همیشه داخل فیلم شنیده میشه. اونا احساس میکنن یه چیز روی بدنشونه و چیزی که موقع خوردن این مواد پیش میاد. رفتارها جوری عجیبه که تا حالا همچین موادی انگار وجود نداشته. این فیلم جوریه که خلاصه کردنش هم سخته. اتفاق خاصی نمیفته، کل فیلم همونه. فیلمش معانی خاصی داره که با دیدنش باید اونها رو درک کنیم. سلوا و دوستش برای اینکه کمی از این درد دور بشن و خلاص بشن با هم آخرای فیلم میبینیم که یا دارن با هم سکس میکنن یا هم که افتادن روی زمین و یا هم که میرقصن. در آخر فیلم میبینیم که یا مردن یا از حال رفتن یا همدیگر رو کشتن.
و این نوشته هایی روی صفحه می نویسه که اونا هم معانی خاصی دارن. مثلا آخر فیلم می نویسه که مرگ تجربه خارق‌العاده است. خیلی ممنون که تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حمایت کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.